استاد درباره استفاده کشیلیاک‌های چرمی با اصطلاح روسی کاجون که ما نمیدانیم که ترکیب اون کاج چی است، از کدام حیوان گرفته شده است. درباره همین سوال بود آیا استفاده همین درست است یا نه. هرچند در اپیسانش نوشته است کاج крупного рогатого скота یعنی چارپای کلان شاخدار. آیا با ضبط اسلامی کشته شدنش حتمی است یا نه؟ نه، مسئله چرم سبک است. کل ایهاب دوبیغه فقط طهوره. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که هر یک پوستی که در باغ داده شده است وی پاک است. یعنی خواه وی خود مرده باشد، خواه وی مثلا شیر است، شیر گوشتش حرام، شیر بسم الله الله اکبر گفته ذبح کرده نمیشه، پلنگ، خرس، گرگ مثلا یا اژدها، تمساح ها، از پوستی همین ها مثلا تسمه ساخته شده است یا پای افضل ساخته شده است، هیچ گپی نداره استفاده کرده مونه، چون که پوستش در باغ داده شده است، یعنی کارکرد شده است. کل ایهاب، این حدیث تمامی پوست ها را در بر میگیرد. کل ایهاب دو بیغه فقط طهوره. هر یک پوستی که در باغ داده شده پاک شده است. و مثلا بعضی علما گوشت خوک استثناء میکنن، پوست خوک، پوست آدمی را در مذهب حنفی خاصتا میگن که پوست آدمی که نباشد برای احترام آدمیزاد. آدمیزاد الله تعالی او را احترام کرده است و من یهین الله فما له من مکرم. کسی را که الله تعالی خوار کرده او را احترام کننده ای نیست. و الله تعالی درباره فرزندان بنی آدم که ولقد کرمنا بنی آدم، ما در حقیقت فرزندان آدم را احترام کردیم. از جمله احترامش این که بعد مرگش هم دفن کرده میشه، از پوستی و یگان چی گرفته استفاده کرده نمیشه، اعضاهاش هم بریده گرفته چیزاش گرفته نمیشه و احترام دارد، اصلش و حرمت دارد. اما خوک برای نجاست عین بودنش، مالی که مثلا چرمی که از چرمی خوک گرفته شده است وی هم حرکت کنه استفاده نبرید. لیکن دیگر حیوان ها اجازت است، حلال است.